بازم منو یه جسم لشی بیحال دوباره رنگ پوست شده گشت دیوار. وای اینقدر کشیدم که نمیگیره خندم و چشمم قفل بین ها چرفندک. یه اتاق تاریک با بوی دود کاری، چه بخت گندی داری تو با جیب خالیش. نگو که هستیم رنگ مشابه من یه عمره، یه صورتم خنده قاچاق من. مردم پسر یه عقدم کسر، تا پای مسیر رو همیشه خوردم بسنج. اگه که مردم حلال کندم حالا تا حالا ساختم، ولی الان بریدم از خودم. همیز مکم از فکر فردا که روی مغزمه. یو Yo. من مردم یا زندم دقیق نمیدونم، یه زمین خورده خاکی از دنیا بدورم. بیخی زندگی شدم که پر پیچ و خم رسیدم تهش کشیدم بیرون کل زیر و بمشون. بالا هم که نمیتونم حرفی بزن، اونقدر میکشم تو بمیرم و دل نمیکن. گوش نشو به تن اون که تا حالا خوردم باختم، همون هاییم که تا حالا بردم. ببین قانونش فرصتاتو پشت سر میزن، اون وقتی که تو رویاهات داری چشماتو میمان. ولش کن بابا بذار یه بارم دنیا ببر، قبل اینکه یکی دو سه تا گولوم بزنه. حسرت جفتم واسه صاف واسه، ببین چیه با وجدان خودم داستان داره. این رسم روزگاره مثل تن ماره، میبیش دور دست تو زندگیت ادامه داره. Yo. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yo, after party man. RS yo, come on. Mladi reper z umetniškim imenom Nađi se je znašel v slovenski prestolnici, potem ko je s svojimi družbeno-kritičnimi pesmimi stopil na žulj politikom v rodnem Iranu in bil prisiljen bežati. V Ljubljani najraje počne, kar je počel že doma, repa in sklada nove komade, s katerimi še vedno navdušuje 100.000 iranskih fanov. Po nekaj mesečnem bivanju v Sloveniji je Nađi postal tudi prepoznavni obraz domače hip-hop scene, sodeluje z lokalnimi reperji in producenti ter vnaša svoj edinstveni glas. Potem, ko ga lahko vidite 12. novembra v soboto v Rogu v novem placu Second Home, se Nađi oglasi v torek 15. novembra okoli 10. zjutraj na afterpartiju Radia Študent.